گلهای تازه، برنامه شماره 46 در سایه گیسوی نگار، با همکاری هنرمندان ایرج، فرهنگ شریف، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. غزل از حافظ. گوینده آذر پژوهش. صدا بردار محمود امینی. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد. زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد.
ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد.
هجران و شب فرقت یار آخر شد. زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد. زدم این فالو گذشت اختر و کار آخر شد. محبوب من اون پریشانی شب‌های دراز و غم همه سایه گیسوی نگار آخر شد.
آن همه ناز و تنعم آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد اختیار جانم
ساقیا راست نمودی قدحت پر می که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد محبوب من بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان محنت بیرون ز شمار آخر شد. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 46 بود که در شور اجرا شد.